مهمترین مباحث تو مباحث دینی فلسفی اونا که اهل حکمتن جبر و اختیاره. اومدن پیش امیرالمومنین سوال کردن آقا جبر یا اختیار؟ مولا فرمود جبره. یکی دیگه اومد آقا جبر یا اختیار؟ حضرت فرمود اختیار. نفر سومی اومد حضرت فرمود امر بینهمه. سوال کرد آقا 3 نفر یه سوال کردن 3 جواب فرمودید. مولا فرمودن هر چه به ولایت ما نزدیک تر باشید جبر ما براتون رقم میزنیم، هر چه از ولایت ما دور باشید اختیار هر کاری میخوای بکنید. توی ظرف میوه میذارن جلوت 20 دونه میوه توشه. حضرت فرمود ما دستتون رو دراز میکنیم به اون سمت اون میوه‌ای که مد نظر ماست. خیلی قصه فرق میکنه. گیر کار ما اینجاست که ماها به خودمون اعتماد میکنیم، اعتبار رو به عقل خودمون میدیم، ولی وقتی دیندار شدی اعتبار رو از رو خودت برمیداری و اعتبار رو میدی به امام زمانت، اعتبار رو میدی به قمر